جوه من نمیدونم تو مال برطرفش من نمیدونم جوه فرق اون نمایی میکند. این رقابت میتواند یکی از بازی مهمترین و شاید بازی مهمترین در مرحله اول چمپیونات هم باشد. قبل از موسم باید اشاره کرده شود و باید اقرار شویم که از دسته فایزکند که این حال هیئت همین تیم در اکران ما شما قرار میگیرد، کم آدمان انتظار داشتند که این تیم میتواند بعد از 7 دور رقابت برای زینه اول حتی مبارزه برد، چون گپ سریع می رود که بعد از انجام موسم گذشته و عموما در انجام موسم گذشته فایزکند دچار دشواری‌های زیاد گردید. اونجا مشکل‌های مالیوی هم بودن، مشکلی با سرمربیان هم بودن، حتی سرمربی ایرانی دسته مذکور که اون وقت مسعود نظرزاده دسته را راهبری میکرد چند مرتبه با استعفا هم رفت و بعدا تا آخر موسم در دسته کار نمود و پسان این متخصص از وظیفه رفت. اکنون بازم البته متخصص دیگر در دسته فایزکند فعالیت میکند که میتواند بازم دسته مذکور را به موقعهای خیلی خوب برساند. با پیرانهای سفید در میدان فوتبالبازان دسته فایزکند خواهند بود که این زمان این بازیگران به شما نشان داده میشوند. اونها موقع خود را در میدان میگیرند و بعد از چند لحظه با بلند شدن صدای اشتک داور شاگردان جمال الدین مجیدوف و ایگر سروف بازیشان را آغاز میگردانند. در دایره رقابت‌های دور مذکور البته یک بازی دیگر هم برابر با همین بازی جریان میگیرد. دیروز در همین میدان یک دسته دیگر شهر خوجند، دسته خوجند بازی خود را با کلوب مرکزی ورزشی ارتش برگزار کرد. خوب صدا که داور بالا می شود. بازی دسته اسخات و فایزکند از دایره رقابت جالب ترین و دیدار مرکزی دور هشتم رقابت‌های لیگ عالی تاجیکستان اوید با فوتبال آغاز می شود. خب گفتم که دیروز یک رقابت دیگر اینجا برگزار شد که در اون یک دسته دیگری شهر خوجند، یک دسته دیگری سرخ زمین شکست خورد. اینجا افساید شکست خورده از دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. در این باره باز در رفته گزارش معلومات بیشتر خواهیم بود. این زمان توجه میکنیم به هیئت اساسی هر دو دسته و آغاز میکنیم از دسته اسخات از میزبانان که با چنین هیئت امروز در میدان هستند. ولادیسلاو شevchenko دروازه‌بان رقم 93 دارد. فوتبالبازانی که در خط دفاع هستند به ما 4 دفاعگر نشان داده شدند. حسین نورمتوف رقم 19، رقم 2 این صاحب جان حکیموف است، رقم 15 رومان هیبابا لیگنری دسته یک لیگنری دیگر علم جان کریموف است و تحت رقم 20 بازی خواهد کرد. بعدا در خط نیم حمایت رقم 17 ابراهیم اشامخانوف، رقم 14 اویبک عبدالغفورف، رقم 23 این دلشود جان کریموف است، رقم 8 این علاقه فوتبالبازان خط هجوم هستند، رقم 8 رستم جان صبوروف است، مبین جان مومینوف رقم 72 و رقم 10 دلشود بوزورف در هجوم بازی میکند. سرمربی دسته متخصص خارجی ایگر رسوروف با ایسا میرود، مربی کلون دسته شهرت عمروف و مربی دسته دلیر محمودوف میباشند. خب توجه میکنین اکنون به هیئت دسته فایزکند ناحیه وسه. فوتبالبازان ناحیه وسه با چنین هیئت امروز به میدان وارد میگردند. دروازه‌بان رقم 1 ابراهیم اسماعیلوف، فوتبالبازانی که در خط دفاع هستند هویدای گلمراد رقم 20، رقم 6 زفرجان اکبرعلیف، رقم 4 لیگنر جوزف اونبا، زفرجان اکبرعلیف هم لیگنر است، رقم 80 بلال سلیمانوف، رقم 17 در خط نیم حمایه لکیوجی اکبرزاقوف است، لیگنر دسته رقم 3 ارتور باگنان در خط نیم حمایه. همچنین دو نیم حمایه‌گر دیگر در هیئت این دسته چنین نشان داده شدند. رقم 8 این مصطفی ملکشوی، پس رقم 77 انوشیروان نوروزوف، رقم 10 حملگر موسین عبدالغفورف و رقم 9 حملگر اساسی دسته فایزکند شوکت حاتم است که این زمان در لیگ عالی مملکت شوکت حاتم بهترین نشانزن می باشد. او در حساب خود در 6 رقابتی که برگزار کرده است 6 گل دارد و بهوده البته شوکت حاتم بهترین فوتبالبازی ماه اپریل تعیین نگردید. خب سرمربی دسته جلال الدین مجیدوف است، مربی کلون محمد علی صدیقوف و
راهبر دسته کریمجان یوسف. یا پرتاب به خط هجوم انجا کرده شد و وضعیت مذکور به نتیجه با انجام میرسد. میتوانیم در صحنه تکرار بار دیگر متوجه شویم که چگونه پاس به خط حمله روان کرده شد و حتی برو به خطا دروازه‌بان گرفتن توانست. ضربه به نیمه میدان دسته اسخط، اونجا حاجی اکبر اوزاقوف مبارزه میبرد در کنار میدان. کوشش فوتبالباز مذکور دیده می شود. پس واقعی مثال به مرکز بازیگران اسخط در هجوم این زمان قرار دارند. ایبک عبدالغفارов اینجا با خط هجوم پاس داد ولی با سرعت بلندتر که این پرتاب روان کرده شد هیچ کس نتوانست توپ را بگیرد. هیچ کس البته از فوتبالبازان اسخط. با جدول مسابقه باید متوجه شویم دوستان ارجمند. این دوره هشتم است. دسته 6 بازی را تا همین دور برگزار کردند. یک دوره رقابت ها برگزار کردن نشد معلوم است با سبب های عید. اینجا یک ضربه به طرف دروازه اجرا کرده شد. به نتیجه این ضربه به پایان رسید و بعداً یک ضربه دیگر هم که اون را ابراهیم اسماعیلوف به خطا میگیرد دروازه‌بان دسته فایزکم. خب در جدول مسابقه دسته اسخط بعد از 6 بازی در حسابش 10 خل دارد و در زمینه دوم است. در 6 بازی اسخط 3 غلبه را به دست آورده است. یک بازی را با نتیجه مساوی انجام داده است و در 2 رقابت مغلوب شده است دسته اسخط. دسته فایزکم باشد بعد از برگزار کردن 6 رقابت در حساب خود 9 خل دارد، یعنی تنها یک خل کمتر از اسخط و این تیم تا همین دم در 6 بازی 2 غلبه دارد. 3 بازی را با نتیجه مساوی انجام داده است و تنها در یک بازی مغلوب گردیده است. شوکت هوتف ضربه به طرف دروازه، خیلی ضربه قوی و اولین ضربه رست به طرف دروازه ولادیسلاو شفچنکو. وضعیت مذکور سری وقت برطرف کرده شد. این زمان در لیگ عالی کشور اوید با فوتبال ما اگر متوجه شویم تنها 3 دسته هستند که در حساب خود 3 غلبه دارند. استقلال 3 غلبه دارد، اسخط 3 غلبه دارد و خطلون 3 غلبه دارد. دیگر یگان دسته 3 غلبه را بعد دست آورده است. اما فرقیت استقلال و اسخط از خطلون در آن که خطلون 3 بازی را با غلبه می‌رسد و در 3 بازی مغلوب شده است، یعنی یگان بازی را با نتیجه مساوی این دسته به اتمام نرسانده است. اسخط باشد یک بازی مساوی دارد، استقلال باشد 2 بازی را مساوی انجام داده است و در یک رقابت مغلوب شد. این دسته معلوم است که از دسته روشن شهر کلوب. اینجا پرتاب به خط هجوم اجرا کرده می شود توسط کنار. هجوم دسته فایزکم جریان دارد. حاجی اکبر اوزاقوف توپ را قبول میکند، حمله را ادامه میدهد. بازیگر دسته فایزکم و در کنار در تنهایی این زمان قرار دارد. با کمک می رود هم دسته او و قاعده بازی اینجا ویران کرده شد. خب داوران بازی امروز را در همین فرصتی که داور صداشش را بلند کرد و شما شناس میکنم. بهروز مرتضویف داور درجه یکم از شهر دوشنبه بازی را حکمی میکند. با او از یک کنار شریف بک نوردینوف از داور درجه یکم شهر دوشنبه کمک می‌رساند و از کنار دیگر فریدون محمدیف کمک رسانی است از نهایه وقت داور درجه یکم و بختیار کامیلوف از شهر کلوب داور درجه یکم باعث داور چهارم یا خود احتیاطی در این رقابت کار می‌کند. بلال سلیمانوف در کنار رقابت کرد و ایبک عبدالغفارov توانست به خطا توپ را از نزد پایهای او بگیرد و وضعیت مذکور را برطرف بنماید. بعداً یک ضربه دیگری که بر رومان به خط هجوم و اون هم به براج بحث می‌گردد. ضربه اجازه فیومبا رومان هیمبا پاسیو با مرکز میدان فیومبا. پس باقی به دروازه‌بان داده می شود به ابراهیم اسماعیلوف. او نمیخواست با چنین اصول البته ضربه بزند ولی ضربه به همون طوری رفت که رفت. علیم جان کریموف از اتومات است توپ را به بازی پرتاید علاقه توپ در بازی است. علیم جان کریموف پاسیو باقی هیبابا سالیو
در کنار مبارزه میتواند ادامه یابد. اینجا مومینوف از پا افتید، بازم جا برخیست، ضربه و به طرف دروازه. این یک پرتاب بود به داخل جریمه‌گاه، ولی اونجا از همناسگانش هیچ کس توپ را گرفتن نتوانست و حمله ادامه نیافت. هجوم خیلی خوب، ضربه دلشاد بوزاروف به طرف دروازه، ولی این ضربه در نتیجه صدگذاری برطرف کرده شد. توانستن وضعیت معمول یا خود وضعیت استاندارد اینجا کار کنند بازیگران دسته اسخاتا. ارسال بعد داخل جریمه‌گاه روان کرده می شود. امکانیت برای ضربه زن اینجا وجود داشت، پاس داده شد و اکنون عکس حمله دسته فایزکان را می‌بینیم. ضربه‌ای که به طرف حاجی اکبر اوزاقوف روان کرده شد با سرعت خیلی بلند رفت و حاجی اکبر اوزاقوف امکانیت پیدا نکرد تا توپ را بگیرد و حمله را ادامه بدهد. ضربه علیمجان کریموف با مرکز میدان، در مرکز حاجی اکبر اوزاقوف پاس به بلال سلیمانوف، ولی ایبک عبدالغفارov الان توپ را میگیرد. دلشاد بوزاروف در قبول کردن توپ بنده خطا کرد، نتوانست درست توپ را قبول کند و حمله را ادامه بدهد. فقط گفتم حملهگر دسته فایزکند شفقت حاتمی زمان با 6 گل در صدر جدول نشانزن‌ها قرار دارد. بعدا در زمینه دوم منوچهر جلیلوف است، در حساب خود 5 گل دارد. علیمجان کریموف در ایدیال در کنار کوشش کرد، بلال سلیمانوف او را مجبور کرد تا باقی پاس بدهد. بابا ارسال به علیمجان کریموف، پرتاب علیمجان کریموف به نزدیکی جریمه‌گاه رقیب و این وضعیت را ویدای گلمراد برطرف کردن توانست. اوت دسته فایزکند اینجا به خطا رومان هیبابا بازی کرد. خوب در زمینه دوم گفتم منوچهر جلیلوف با 5 گل قرار دارد. از دسته خودجان دارکوبیدوف 3 گل دارد. در زمینه سوم است بعد علیشیر جلیلوف هم 3 گل دارد و بختیار ظریفوف از دسته اسخاتا این فوتبالیست هم در حساب خود 3 گل را ثبت کرده است. ارتور باغنان پاسی بر شوکت حاتم، این فوتبالیست در داخل جریمه‌گاه توپ را قبول میکند. پرتابیو و بدین شده ولادیسلاو شفچنکا توپ را میگیرد. حمله دسته اسخاتا اکنون با همین توپ گرفتن های ولادیسلاو شفچنکا آغاز میشود. پس به مرکز ایبک عبدالغفارov ارسالیو به خط حمله. اینجا در هجوم رستم جان صبوروف قرار داشت، فوتبالیست رقمی 8 که باید توپ ماز به او میرسید، ولی با سبب اونه که اندک سرعت پرتاب هم بلندتر بود این فوتبالیست نتوانست توپ را درست‌تر قبول کند. عموما در فوتبال قانونی نوشته باشد یا نو نوشته، با احتمال زیاد قانونی نو نوشته هم هست که اون نفری که پاس میدهد و پاس یا خطا میرود یا درست میرود از او وابسته است. یعنی همیشه گناهکار نفر پاس دهنده است. یا خود تعریف هم بسیارتر با تعریف توصیف هم بسیارتر با نشانی ما از نفر پاس دهنده روان کرده می شود. خطا کند پاس دهنده هم خطا میکند، خطا هم نکند پاس دهنده. پس به خط هجوم و چون این حالت ها می توانند البته کوریون بازیگرانی که بسیارتر از پرتاب‌های طویل استفاده میبرند مشکل تر بنماید. صبوروف اینجا از کنار به داخل جریمه‌گاه پرتاب خود را اجرا نمود رستم جان صبوروف، ولی دیگر یگانه از همدستگان اونجا نبودند تا حمله را ادامه بدهند و رفت همین هجوم را بازم خوفناک‌تر سازند. ضربه ابراهیم اسماعیلوف ناقدر دور می رود و در مرکز میدان الکی توپ را گرفتن فوتبالیستان اسخاتا. پاس به علیمجان کریموف
ارسال علمجان کریموف به خط هجوم، اونجا کوشش کرد مبارزه با دلشاد بازارف، از پا افتاد. بلال سلیمانوف پاسیو به جوزف یومبا. تنها دلشاد بازارف این حال پرسینگ کرده ایستاده است و خلاص. دیگر فوتبالبازان دسته اسخاتا که مویل به خط هجوم بودند اونقدر فشار فعال خود پرسینگ فعالانه نداشتند. پس به خط حمله بلال سلیمانوف توسط کنار به هجوم میگذرد و علمجان کریموف اینجا از او بیشتر به توپ رسید و نگذاشت تا همین وضعیت یک حالت خوفناک را به میان آورد. بلال سلیمانوف موقعی میگیرند بازیگران دیگری دسته فایسکند. اینجا بازیگرانی هستند که عقب‌تر از جریمه‌گاه هستند، بازیگرانی که بیشتر در داخل جریمه‌گاه قرار داشتند. تو باشد باقی روان کرده شد. ویدای گل مراد خیلی خوب در مابین دو نفر با ترس و هراس نرفت، دادن نشد با ترس و هراس، بلکه به خطا بازی کرد. بسیار با کنار بلال سلیمانوف پرتاب طویل با کنار میدان میگذرد. این پاس ارسال با طرف جگبر و زوقف بود که به داخل جریمه‌گاه توپ را رساند. یک حمله خوب بود ولی بازم به نتیجه به انجام میرسد. اینجا اکنون از کنار توپ را میگیرد مصطفی ملکشویف و هجوم را آغاز میکند. بعداً در تلاش‌های نوبتی خود فوتبالباز دیگر دسته اسخات موفق نگردید. اینم باشد مبینجان مومینوف بود. جوزف یومبا مصطفی ملکشویف ارتور باگنام مصطفی ملکشویف پاس با عقب ارتور باگنام تو به طرف بلال سلیمانوف آمد و اکنون به هجوم میگذارند. فوتبالبازان دسته اسخات امکانیت است برای دوام دادن هجوم. از پا افتید اونجا مبینجان مومینوف ولی داور اشاره میکند که قاعده بازی ورانه شده است. اجازه میدهد داور رقابت امروزه بروز مرتضایف تا بازی سرعت بیشتر را کسب کند، بازی پرشده تر بگردد و رفت رقابت امروزه بازم جالب تر شود. این البته از داور و صدا اشتکی هم وابسته است. بعضی از حالت‌ها میشوند که صدا اشتکی داور خیلی زود بالا میشود و این به سرعت بازی و به شدت نوکی بازی تاثیر خود را میرساند. اونجا البته شاید حق به جانب داور هم باشد ولی گپ اینجا سر فضا و اتمسفر بازی میرود، سرعت و شدت نوکی هم. ولادیسلاو شفچنکا علمجان کریموف توسط کنار میخواستن به هجوم بزنن فوتبالبازان اسخات ولی اینجا اولین شد از فرجان اکبرعلیف به خطا توپ را گرفته بود. بلال سلیمانوف ضربه به طرف شوکت هوتم. میبینیم که از آغاز رقابت هیبا بر رومان بازیگر رقم 15 لیگینر کوشش میکند تا 1-1 و 2-2 شوکت هوتم بازی کند، چون معلوم است این زمان خوفناکترین فوتبالباز در هیئت دسته فایسکان ماز شوکت هوتم است و معلوم که بر مقابل او باید یک نفری باشد که همیشه رقابت برد، بازی بنماید و نگذارد تا به هجوم رود. ارسال به داخل جریمه‌گاه امکانیت خوب برای ضربه زدن رسید، توپ رسید به دست. بله بسیار هم عالی. اینجا بهروز مرتضایف وضعیت را مشاهده کرد، دید و در همین جا البته این ثابت می شود که گرفتن موقع درست برای داور جهت دیدن حالت چگونه نقش مهم دارد. ببینید که تو با دست اویبک عبدالغفورov رسید و در موقع قرار دارد بهروز مرتضایف که خیلی خوب می‌بیند همین وضعیت را، یعنی از عقب فوتبالباز نیست، از یک پهلوی اوست و مشاهده میکند، تمام بدن او را مشاهده میکند، حرکت او را مشاهده میکند و اگر تو به دست رسد این چیز را پیخست کردن میتواند. مبینجان مومینوف پاسی با اویبک عبدالغفورov ارسال و کنار
و داخل جریمه‌گاه توپ رسانیده می شود. اینجا می‌بینیم که اونقدر خوب در داخل جریمه‌گاه خود بازیکنان دسته فیضکند بازی نکردند. عالمجان کریموف از کنار کوشش میکند. عالمجان کریموف ولی رقیب را فریب دادن نتوانست. اینجا توپ را گرفت نوشیروان نوروزوف. ضربه به خط هجوم در تنهایی قرار دارد از شفقت حاتم با کمک فوتبالبازان دیگر اکنون میآیند و حمله خوفناکتر می شود. محسن عبدالغفورов این زمان پس به داخل جریمه‌گاه تو به شفقت حاتم این پس و این توپ نرسید. بسیاری عالمجان کریموف به مرکز توپ در اختیار فوتبالبازان فیضکند است. ارتور بوگنون در مرکز میدان بر مقابل لیگنری دسته فیضکند خالی بازی ویران کرده شد. بازی دور گذشته دسته فیضکند و نتیجه اون میتوان گفت که بسیار از مخلصان فوتبال میهن را حیرت زده کرد. بر مقابل ریگارتا از این تیم بازی کرد و با حساب کلان 5-1 در همون رقابت فوتبالبازان فیضکند دست بالا گردیدند. اگر هم تو با حساب 2-1 یا 1-0 غلبه میکرد دسته فیضکند بر ریگارتا از این را فهمیده میشد، یعنی غلبه دسته فیضکند بود. ولی با چنین حساب شاید هیچ کس انتظار نداشت که دسته فیضکند میتواند رقیب خود را شکست بدهد، چون که گپ سر می رود که در موسم جاری ریگارتا داز هم دسته اندک و مندک و دسته بعد نیست. شاگردان علی رشید محمدوف رقابت‌های جالب نشان میدهند. آنها استقلال را نگذاشتند تا بر آنها دست بالا بگردند. خاطرتان باشد بازی با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسیده بود و اونجا بازی خوب نشان داد دسته ریگارتا داز در رقابت با استقلال. حتی میتوانست غلبه هم به دست آورد اگر رستم یتیموف اونجا دروازه خود را سیفای عالی را انجام نمیداد و البته رستم یتیموف هم اونجا ثابت کرد که برای چی او دروازه‌بان اساسی دروازه‌بان یکم منتخب تاجیکستان است. فرجان اکبرعلیف، بلال سلیمانوف توپ اینجا میرسد به رستم جان صبوروف و از میدان بیرون میگردد. اوت به نفع فوتبالبازان دسته فیضکند خواهد بود. ظفرجان اکبرعلیف آماده است تا توپ را به بازی وارد بگرداند. بلال سلیمانوف توپ را رومان هیبابا میگیرد ولی در پاس دادن اونقدر بازی خوب نشان نداد. قاعده بازی ویران شده است. شاید روزی نباشد از این قرار گذاری که توپ در رز پایه‌ای بود بینجان مومینوف، ولی ما در صحنه تکرار می‌بینیم که چه حالت رخ داد و مشاهده کردیم که رومان هیبابا با ویران کردن قاعده بازی رخ داد. بابک عبدالغفورov در مرکز میدان یک گردشی رومان هیبابا ارسال به خط حمله. رستم جان صبوروف از زاوت توپ را میپرتاند به منطقه حضور. ارسال به داخل جریمه‌گاه روان کرده می شود. اونجا کوشش‌های دفاعگر ثمر دادند. قاعده بازی را شفقت حاتم ویران کرده است. پرتابی عالمجان کریموف با طرف دروازه بین دروازه‌بان خطا میکند. امکانی از ضربه و گل. اونجا توپ با دروازه وارد شد. دوستان عزیز، ابراهیم اسماعیلوف نتوانست در خروج بازی بهتر نشان بدهد و همین وضعیت و گل آورد. اکنون البته حساب رقابت 1-0 به نفع میزبانان میگردد در همین فرصتی که شاید اونقدر انتظار گل هم نبودن مخلصان، چون که یک پاس بود که باید اون رو برطرف کرده میتونستند. دلشاد جان کریموف با زدن گل مشرف میگردد و حساب رقابت رو این فوتبالباز 1-0 بکند. بار دیگه میتوانیم متوجه شویم چگونه دلشاد بزرگ سرول مبارزه برد
و بعداً دلشادجان کریم ضربه خود را به طرف دروازه جا کرد و حساب رقابت را 1-0 نمود. اصلا البته اینجا میتوان اشاره کرد که قاعده بازی بیان نشده بود، چون که دروازه‌بان خودش البته با پیش برآمد از موقع خود این حالت را کوشش کرد تا برطرف کند، یعنی او در خروج به خطا راه داد، نتوانست درست‌تر همین حالت را بازی کند و رفت رقابت را خوفناک‌تر بنماید. پس به کنار بسیاری عالمجان کریموف به مرکز اجرا کرده می شود ولی به نتیجه. رومان هیباب ضربه میزند به خط هجوم، از کنار صبورف توپ را قبول میکند ولی رستم جان صبورف دیگر حمله را ادامه دادن نتوانست. هویبک عبدالغفارov پس به کنار مبینجان مومینوف و رستم جان صبورف در موقع به همدیگر خیلی نزدیک قرار داشتند، با خلاصه نمودند که باید کدام از آنها توپ را بگیرند. توپ از ما بینی اونها گذشته بیرون از میدان گردید، توپ دیگر هیچ کس را انتظار نخواهد شد. بیلال سلیمانوف اینجا البته میشد که به طور دیگر هم بازی کرد ولی رومان هیباب همون طور بازی کرد که دیدیم. حالا توسط کنار جریان دارد. دلشاد بازاروف هویبک عبدالغفارov این حال با توپ ارسال به داخل جریمه روان کرده می شود. جوزف اومبا ضربه نوبتی اینجا به خط هجوم روان کرده می شود. پس با کنار میدان توسط کنار حمله دسته فسکن جریان دارد. هویدای گلمرود آنجا در کنار مبارزه میبرد. پس با عقیب جوزف اومبا کوشش کرد اینجا ظفرجان اکبرعلیف ولی توپ را در میدان نگاه داشتن نتوانست. از پا هم افتید، در قبول توپ خطا کرد این فوتبالباز. علیمجان کریموف و زاوت پس با هویبک عبدالغفارov. علیمجان کریموف امکانیت برای دوام دادن هجوم اینجا هست و دروازه‌بان نوبت خطا نکرد. ابراهیم اسماعیلوف کوشش کرد و توانست این وضعیت را برطرف کند. بعداً ضربه یا ناقدر درست و دقیق می‌رود. می‌بینیم که هویبک عبدالغفارov و این زمان در زمین خوب دست و اوسیب دارد. مؤلف گل دوستان عزیز با شما نشان داده می شود و بعدا باشد خودی گل. در این گل البته نقش دلشاد بازاروف هم هست، چون که موضوع به دروازه‌بان خلل رساند به ابراهیم اسماعیلوف. دلشادجان کریموف باشد در یک موقع بود که همه این را مشاهده کرد و بعدا دید که توپ آهسته آهسته به زمین فرود آمده شده است. در حال به همون موقع از ما پیشتر آمد، ضربه زد و ضربه خود را با گل انجام داد. ارتور باگنام پس به هویدای گلمرود.
ارسال به کنار. اونجا حجیکبر اوزاقوف است. پس این نوبت به خط هجوم حمله جریان دارد. مصطفی ملکشایف، شوکت هوتم، پرتاب به بلال سلیمانوف. ارسال بلال سلیمانوف بعد داخل جریمه دروازه‌بان اینجا ولادیسلاو شیفچنکو در خروج به خطا و به اشتباه بازی کرد. بلال سلیمانوف، زوفرجان اکبرعلیف در کنار میدان کوشش کرد و در برطرف کردن همین حالت توانست نقش مهمی خود را بازد. جان کریموف در کنار مبارزه این فوتبال باز. جان کریموف از ضربه کنجی پرتابی به داخل جریمه خیلی بالا میره و توپ در اختیار فوتبالبازان اسخط است. پس اینجا به خیلی داده میشد. بعدن یک ضربه به داخل جریمه جان کریموف توپ را قبول میکند، هرچند که به طور ایدئالی هم قبول نکرده باشید جان کریموف، اما توپ را قبول کرد. بلال سلیمانوف را فریب داد و بعدن سر و سیمه شد. یکی از مشکلی های اساسی کل فوتبالبازان تاجیک سراسیمه شدن. مشکلی خیلی عادی است، ولی قریب 20 سال می شود که ما از اون برآمدن نتوانسته ایستادیم و راه حل اون را پیدا نمیکنیم. وایدای گلمراد توپ را اوستک بر رقیب میگذارد. وایبک عبدالغفارов ارسالی و به خط هجوم ژوزف با این وضعیت را برطرف میکند و قاعده بازی در مرکز میدان بر مقابل ارتور بوگنان ویران کرده شده است. ضربه به خط هجوم. وایبک عبدالغفارov پرتاب طویلی با کنار میدان درست و دقیق می رود. این زمان می بینیم که در مرکز میدان در دسته اسخط وایبک عبدالغفارov کوشش های خوب کرده ایستاده است، یعنی در گردان کردن بازی نقشی او خوب دیده می شود و فرق از دیگران. ارسال به داخل جریمه روان کرده می شود و باید اینجا کوشش کنند فوتبالبازان دسته اسخط. می بینیم که ابراهیم اسماعیلوف آنقدر با باوری بازی نکرده ایستاده است، یعنی می توانند فوتبالبازان اسخط همین حالت ها رو استفاده ببرند. بلال سلیمانوف پرتابی و طرف شوکت هوتم همیشه در تنهایی قرار دارد. شوکت هوتم در خط هجوم از یک دست صدا نمی براید، ولی شوکت هوتم کوشش میکند و تلاش او زیاد است در همین سمت. پس به طرف عالمجان کریموف ارسالی او به طرف وایبک عبدالغفارov. وایبک عبدالغفارov پس درست میدهد به رستم جان صبورov. از کنار صبورov می‌برزد بعد رفت هجوم اندکی کشالیوف، ولی توپ در اختیار بازیگران شهر خوجند میماند. پس باقی ضربه از فاصله دور در نتیجه صدگذار این ضربه برطرف کرده می شود.
مبارزه شوکت هوتم بازم در تنهایی. وایدای گلمرود است که این زمان دوباره بازی به روز مرتضی بنزدیو میآید تا سلامتیش واقف شود. این باشد بار دیگر به ضربت توجه میکنیم که چگونه اینجا ضربه اجرا کرده شد. اما در نتیجه سرگذاری اون ضربه برطرف گردید. حسین نورمتوف پرتاب بیا به کنار میدان به طرف رستم جان صبوروف. بلال سلیمانوف اینجا سر اول به توپ نرسید ولی بعداً توانست نوبت را برطرف کند، اما با توپ فوتبالبازان از خط باقی میمانند. ارسال به داخل جریمه امکانیت برای ضربه زنی میجویند. فوتبالبازان شهر خوجند آن را پیدا نمیکنند. موج دوم هجوم عالم جان کریموف ارسالیا مبین جان مومنوف و اینجا ضربه کنجی خواهد بود. پرتاب به داخل جریمه گاه کوشش کرد تا اونجا تو ضربه زنه صاحب جان حکیموف. ده دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی نیمه یکم باقی میماند. دوستان ارجمند اینجا بارگر متوجه میشوند که چگونه در خبط دوم مبارزه بر صاحب جان حکیموف و ضربه خود را هم روان کرد ولی نه به طرف دروازه. شوکت هوتم در کنار میدان مبارزه او از پا می افتد و اشاره میگردد که قاعده بازی را بر ضد او ویران کرد حسین نورمتوف. وضعیت خوب استانداردی به نفع بازیکنان فیسکن البته بازیکنان اسخات در خط دفاع هستند. پرتاب به داخل جریمه گاه امکانیت برای ضربه زنی ارتور باگنون کوشش کرد ولی ضربه زدن نتوانست. حمله خوفناک دسته اسخات هجوم اینجا 3 بر 3 دیده می شود. گل شد با زوروف پاسیو مبین جان مومنوف از کنار توپ را قبول میکند. خیلی خوب پاس باقی و دروازه خالی است اما هیچ کس نیست تا ضربه زند. حمله جریان دارد. ارسال نوبتی باقی پرتاب به داخل جریمه گاه میتوان ضربه زد. از همین موقع هم دلشاد جان کریموف کوشش کرد. بازم توپ در اختیار بازیگران اسخط است. ضربه نوبتی و توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. در خط دفاع باید چنین بازی کرده نشود. خیلی ضعیف این زمان در خط دفاع بازی کرده ایستادن فوتبالبازان ناحیه وسط. میتوانیم توجه کنیم بار دیگر که چگونه دروازه خالی موند. اگر اندکی پیشتر حرکت خود را میکرد رستم جان صبوروف شاید به توپ هم میرسید و بعدا حالتهای دیگر و اینجا مومنوف ضربه زد ولی الکی ضربه زده یا در نتیجه سرگذاری برطرف کرده شد. ضربه کنجی اصلا مشاهده کردیم که در خبط دوم فوتبالبازان دسته اسخط موفق شده ایستادن، یعنی ضربه ها حتما میزنن به طرف دروازه. بازم توپ در اختیار بازیگران اسخط است. اینجا با یک قرارهای غیری عادی آمده بود رمان بابا قرارهای هندی. ضربه به هجوم اینجا زوفرجان اکبرعلیف و دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلوف حالت مذکور را اداره میکردند. جوزف فیومبا
ضربه ظفرجان اکبرعلیف به خط هجوم به طرف شوکت هوتم. اینجا به ریسک به توکل کاری توپ را حسین نورمل زده از میدان بیرون میکند. مندسگان دیگری و ملکه برگشتن به خط دفاع. این هجوم دسته فیضکند است. ارسال به داخل جریمه گاه رفع میشود و بهترین وضعیت بهترین امکانیت بود برای شوکت هوتم. همسایگانش خیلی وضعیت خوب گلزنی را برای نشانزن بهترین لیگ عالی مملکت تامین کردند. از کنار پاس خوب بعد داخل جریمه گاه روان کرده شد. بار دیگر توجه میکنیم بسیار حالت خوب بود. محسن عبدالغفورов پاس خوب داد از کنار بازیکن رقم 10 ولی شوکت هوتم نتوانست همین وضعیت را درست استفاده برد. شوکت هوتم پس به حق بلال سلیمانوف توپ را اینجا گذرانیده نتوانست از رقیب و اکنون رقیب به هجوم میگذرد. محسن عبدالغفورov ضربه میزند به طرف دروازه ولی ضربه زده رقم 10 دسته فیضکند مستحکم نبود، با شست نبود و همچنین دقیق نبود. یک بار سه سببه که این حالت را از گل خیلی و خیلی دور میکنند. اویبک عبدالغفورov پاسی به کنار علیمجان کریموف توپ را برمیگرداند به اویبک عبدالغفورov. اینجا اویبک نتوانست درست‌تر بازی کند، توپ را از دست داد. ارتور بوگنون، ارسالیو و رمان هیبابا بازم نتوانست درست‌تر بازی کند. عجیب همین که رمان هیبابا در وطن خودم فوتبال باز بود یا نه. ارسال به خط هجوم روان کرده می شود. ولاسلاو شevchenko پاسیو توانست این را در مرکز ابراهیم نشانخانوف رقیب را فریب دهد و قاعده بازی بر ضد او دخل ویران کرده می شود و کارت زرد اینجا نشان داده شد به انوشیروان نوروزوف. قاعده بازی را انوشیروان نوروزوف دخل ویران کرد. همین حالات را مشاهده کرد بیروز مرتضایف و اولین کارت زرد را در بازی امروزه نشان داد. اویبک عبدالغفورov پس باقی رمان هیبابا ارسالیو ابراهیم اشانخانوف توپ را بر رستم جان صبوروف میدهد. صبوروف توپ را قبول کرده میتواند. پاسیو ارسالیو اویبک عبدالغفورov اندک نادرست اجرا کرده شد. از جهت فکر اندیشه گوییم خیلی خوب همین پاس را فکر کرد اویبک عبدالغفورov. اما این البته چنین پاس به مانند همون لطیفه صدا داشت و صورت نه. مبارزه خیلی خوب بدل شد. بوزاروف و توپ را میگیرد از رقیب بعدم پاس درست میدهد به خط هجوم ولی مبینجان مبینوف این حالت را درست استفاده کردن نتوانست. هویدای گل مراد پس به کنار حاجکبر اوزاخوف ظفرجان اکبرعلیف جوزف ایومبا توپ تا به دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلوف میرسد. ضربه ابراهیم اسماعیلوف به نیمه میدان رقیب. اونجا رمان هیبابا اولین شده به توپ رسید. دلشاد بوزاروف از بین دو نفر خود را رها کرده توانست توپ را در نظارت دسته خود نگاه داشت و خیلی خوب به هجوم می‌گذرد. دلشاد پاسی به کنار دلشاد جان کریموف حسین نورماتوف و توپ تو به دروازه‌بان توپ به ولادیسلاو شevchenko رسانیده می شود. این سبب خود را دارد، باید توپ از دست نرود. ولادیسلاو شevchenko با کنار میدان به طرف رستم جان صبوروف اینجا پاس داد. او می‌خواست درست و دقیق بازی کند به طرف رستم جان صبوروف ولی اندکی نادقیق رفت. محسن عبدالغفورov
از پا میافتد فوتبال بازی مذکور. قاعده بازی برای نشده است. رستم جان صبر توسط کنار به هجوم میگذارد. حرکتی در کنار میدان پرتاب به خط حمله روان کرده می شود. آفساید نیست. دلشاد جان کریموف در حالت نوبازی قرار نداشت و دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلوف اولین شده توپ را میگیرد. اونجا اصلا دلشاد بزرگ در آفساید بود، ولی پس با طرف دلشاد جان کریموف رسانیده شد که بازیگر مذکور نبود در آفساید. اگر او همین وضعیت را استفاده میکرد پس امکانیت بهترین برای افزون کردن حساب رقابت میشد. پس به هجوم نوشیروان نوروزوف، بیلال سلیمانوف در کنار توپ را از دو نفر گذرانیدن نتوانست. صادق جان کریموف به توپ بار خیر رسید، یعنی اوت به نفع دسته فیض کند است. ارتور باگنون، زوفرجان اکبرعلیف، ژوزف فیومبا، پس فیومبا رمان هیبابا پرتابی به مرکز میدان ایبک ابوغفارov کوششی و بیلال سلیمانوف توپ را میگیرد. در طور باگنان پس به مرکز خطا میرود. روی بهشان خانوف پس درست داد. در مرکز میدان رقابت خیلی خوب برای توپ جریان داشت و پس ارتور باگنان به طرف شوکت هوتم، اما اینجا اشاره می شود که شوکت هوتم در حالت نوبازی، یعنی در آفساید قرار داشت. و همین طور دوستان ارجمند قسم اول رقابت دستای اسخط و فیض کند به انجام رسد با حساب 1-0. یگانه گل را در نیمه اول فوتبال بازی دسته اسخط دلشاد جان کریموف زد و با همین نیمه اول تمام می شود. در قسم دوم ما و شما باز شاهد بازی جالبتر و بهتر خواهیم شد. هر دسته برای غلبه خود کوشش خواهند کرد، تلاش خواهند نمود، اما شما شاهد بازی بهتری می‌گردید. شما را در قسم دوم رقابت در ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجان انتظار ما باشید.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم به ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند با قسم دوم رقابت دسته‌های اسخات شهر خوجند و فیضکند نویه ووسه. در آغاز نیمه دوم در هیئت دسته فیضکند تغییرات و میان آمد. دوستان ارجمند اینجا مشاهده کردیم که با میدان بیل با ارسن وارد گردید. دو تحت رقم 18 بازی خواهد کرد در خط نیم حمایه و از میدان مصطفی ملک شویف گرفته شد که تحت رقم 8 تا همین دم در میدان بازی میکرد. حساب رقابت بعد از قسم اول دیدار طور شما مشاهده کرده رسیدید 1-0 است. دوستان عزیز در نیمه اول بازی فوتبال بازی دسته اسخات دلشود جان کریموف با زدن گل دست فوتبال بازی رقم 23 او در دقیقه 22 مشرف با گلزنی گردید و همین طور حساب رقابت یک بر 0 گردید و این حالت با اون درسان که فوتبالبازان دسته فیضکند خیلی زیاد کوشش کردند، تلاش نمودند تا موفق بگردند در خط هجوم، ولی موفق نگردیدند. فوتبالبازان نویه ووسه امکانیت‌ها کم و بیش برایشان پیدا می‌شدند در خط هجوم، ولی همین طور بازی با نتیجه 1-0 به انجام رسید و بازم میتوان اقرار شد که حتی دسته اسخات هم میتوانست گل دوم را هم به ثمر برساند. یک امکانیت خیلی خوب برای دلشود جان کریموف به میان آمد برای زدن گل، ولی فوتبالبازی مذکور نتوانست مشرف به گلزنی بگردد. با نظر داشت تغییرات اکنون به هیئت بار دیگر توجه میکنیم. سر اول به همین هجوم که محسن عبدالغفورов از کنار یعنی زمان با جریمه گل وارد میشود. محسن عبدالغفورov ولی توپ را از نزد پایه‌های او زده دور میکنند بازیگران دسته اسخات. هیئت دسته اسخات دوستان ارجمند به طور ذیل است. به فرق از قسم اول رقابت در هیئت این تیم ما و شما یگان تغییرات را مشاهده نکرده ایستادیم. ولادیسلاو شفچنکو رقم 93 دروازه‌بان، فوتبالبازان خط دفاع رقم 19 حسین نورماتوف رقم 2 صاحب جان حکیموف رقم 15 رامان هیبابا اولین جان کریموف تحت رقم 20 بازی میکند. نیم حمایه‌گران رقم 17 ابراهیم ایشانخانov فوتبک عبدالغفورov رقم 14 در رقم 23 باشد دلشود جان کریموف مؤلف گل بازی میکند و در هجوم رقم 8 رستم جان صبروف رقم 72 مبین جان مومینov و رقم 10 دلشود بوزارov هستند. سرمربی دسته اسخات شهر خوجند این البته ایگار سوروف با ایسا می رود. مربی کلون شورت عمروف، مربی دسته دلیر محمودوف. اکنون توجه میکنیم با هیئت دسته فیضکند نویه ووسه. مهمانان چنین هیئت دارند در رقابت امروزه. دروازه‌بان رقم 1 ابراهیم اسماعیلوف، دفاعگران رقم 20 هویدای گلمراد، رقم 6 ظفرجان اکبرعلیف، رقم 4 جوزف اومبا، رقم 80 بلال سلیمانوف، نیم حمایه‌گران رقم 17 حاجی اکبر اوزاقوف، رقم 3 ارتور بوگنون، بعداً تحت رقم 8 مصطفی ملک شویف بود که در نیمه دوم با جای بازیگر تحت رقم 18 بیل اوباما ارسن بازی میکند. رقم 77 انوشیروان نوروزوف و تحت رقم 10 باشد محسن عبدالغفورov بازی میکند در هجوم و رقم 9 باشد شوکت خاتم باشد بهترین نشانزن لیگ عالی مملکت این زمان و بهترین فوتبالباز در ماه اپریل این بازیگر اعتراف گردید. و سرمربی دسته جلالالدین مجیدوف است، مربی کلون دسته محمد علی صدیقوف. دوباران بازی امروزه را هم با شما شناس میکنم. بازی مذکور را بیروز مرتضایف حکمی میکند. شریف بک نوردینوف و فریدون محمدیف با کمک میرسانند از کنار بختیار کومیلوف. دوباره احتیاطی در این رقابت میباشد. توجه میکنیم با این فرصت و دروازه‌بان از مدخلش بیرون میبرد. این حالت برطرف میشود. خب در بازی امروز همچنین ناظر داوران عارف جورایف میباشد از شهر دوشنبه و کمیسر بازی پولاد قادیروف از شهر دوشنبه. ابراهیم اسماعیلوف ضربه و وضعیت مذکور میتوان گفت که به نتیجه با انجام میرسد. ویدای گلمراد از اوت را وارد بازی کرد.
کوشش‌های محسن عبدالغفورов ولی به نتیجه. دلشاد بازارов با هجوم میرود. پاس یا با ویبک عبدالغفورov فرستاده ویبک و کنار ولی خیلی بلند این پاس اجرا کرده شد. خود توپ بالا رفت. پاس هم خیلی بلند بود و امکانیت نداشتن فوتبالبازان دیگری دسته اسخات تا با توپ صاحب شوند و هجوم را ادامه بدهند. برای همین هم وضعیت مذکور به نتیجه باز به انجام رسید. با جدول مسابقه متوجه میشوید چون که این زمان متوجه گردیدن با جدول خیلی و خیلی مهم به حساب میرود. این زمان اگر همین بازی را با نوبت نگیریم استقلال در زمین اول از 11 خال دارد. اسخات این زمان در زمین دوم قرار دارد. آنها در حساب خود 10 خال دارند. بازیکنان شهر خودجند و در صورت غلبه خود در بازی امروزه آنها صاحب 13 خال میگردند و امکانیت دارند تا با زمین اول جدول برآیند. ولی تو بازی موقوف مانده دسته استقلال اگر استقلال باز در رقابت‌های خود غلبه به دست آورد پس معلوم است که باز موقع خود را میگیرد. و البته اشاره کردیم که استقلال در دوره دور مذکور در 8م بازی اش را برگزار نمی‌کند با سبب آنکه در رقابت برای دریافت سوپر جام مملکت این دسته با رادشان شهر کلوب در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار بازیش را برگزار خواهد کرد. و دسته فیضکن باشد این حال در زمین چهارم است. آنها 9 خال دارند یعنی تنها 1 خال کمتر از اسخات و 2 خال کمتر از استقلال. فیضکن امکانیت برآمدن به زمین اول جدول را دارد. همچنین باید گفت که برابر با همین بازی برابر با بازی که ما شما تماشا داریم رقابت دسته های ریگارد تداز و کوکتوش این زمان جریان دارد. در یک وقت و ساعت هر دو بازی برگزار شده استادن و بعد از انجام نیمه اول اونجا حساب رقابت به نفع ریگارد تداز بود. 1-0 یگانه گل را عبدالخلیل بورونوف اونجا زد در دقیقه 23. اینجا در دقیقه 22 گل زده شد و اونجا در دقیقه 23 تقریبا در یک وقت و ساعت گل های هر دو بازی زده شدند. وایدای گلمراد پرتابیو ژوزف فیوم به مبارزه میبرد. پس و کنار وایدای گلمراد به داخل جمعیت بران میرساند. ضربه عبدالغفورov محسن ولی این وضعیت ببرا جنبش میگردد. در این میدان هجوم‌های دسته فیضکن البته به مراتب بیشتر شدند و اگر فوتبالبازان اسخات توانند که عین زمان همین فشاری که بر سر آنها است خود را رها کنند و بازم بازی را از نزد دروازه خود کمی به مرکز میدان آورند یا خود حتی توانند بازی را به نیمه میدان دسته رقیب کوچانند پس برای غلبه آنها امکانیت میتواند خیلی و خیلی بهتر شود. برداشت از فوتبالبازی دسته اسخات و با کمک دختران نیاز دارد. دختران دسته اسخات الکی به میدان وارد شدند و بازی را ادامه داد. خوب کمک رساندن را با دلشاد جان کریم با مؤلف گل ادامه داده ایستادند و ما شما در همین فرصت مشاهده میکنیم که چگونه بر مقابل مؤلف گل خواهده بازی ویران کرده شد. او از میدان بیرون میگردد کمی به کمک میرسانند و بعدا با اجازه داور میتواند به میدان وارد بگردد. از اشاره او میتوان درک کرد که او آماده است تا بازی را ادامه بدهد. ضربه ولادیسلاو شفچنکو به خط هجوم و جگور روزاخوف در مرکز توپ را میگیرند بازیگران فیضکن ولی این زمان توپ را در نزد دروازه خود دور کرده شدند در نزد جریمه‌گاه خود و چنین جریان بازی روزی هستند فوتبالبازان اسخات. اینجا مومینوف در مرکز میدان از پا در زده شد و میبینیم که چگونه ارتور بوگنون اینجا خواهده بازی را بر ضدش ویران کرد. دوباره بازی امروزه بهروز مرتضوی در قسم اول رقابت تنها 1 کارت زرد نشان داده بود با فوتبالباز دسته فیضکن با نوشیروان نوروزوف بازیگر خم 77. ارتور بوگنون و نوشیروان نوروزوف ضربه به طرف دروازه بسیار هم نادقیق می‌رود بسیار هم بلند
و بسیار دور از دروازه و از گل. Vladislav Shevchenko. Oybek Abdug'afurov pas ba Xib. از پا میافتد در مرکز میدان. Oybek Abdug'afurov خود بازی را برزید و ویران کردند و این کار هم باشد انوشیروان نوروزوف انجام داد. سایبجان حکیموف پرتاب دور و درازی و به خط هجوم توسط کنار اینجا مبارزه میبرد. فوتبالبازی دسته فایز کردن هم باشد دلشاد جان کریموف با فوتبالبازی دسته از خط دلشاد جان کریموف، ولی این وضعیت به نتیجه به انجام میرسد چون که بر مقابل اونجا شونه به شونه بازی بود، یعنی خود بازی بیان کرده نشد. ژوزف اونبا حسین نورماتوف تو از نزدیکی جریمه گاه اونقدر دور زدن نتوانست، بلند رفت و به ما دور نه. دلشاد بازارف مبارزه خوب فوتبالبازی مذکور با فاول اومد پریسینگ کرده ایستادند. باید دیگران هم البته اینجا عبرت گیرند، تنها در کوشش و غیرتی که دلشاد بازارف دارد من همین چیز را گفته ایستادم، یعنی دیگران هم به مانند او از پریسینگ استفاده برند اگر البته دستور و سپارش در مربی پریسینگ باشد، وگرنه پس البته میتوانم به پریسینگ نگذارم. اما اشتیاقی که دارد دلشاد بازارف خواهش و جهد تکاپو و تلاش که این فوتبالباز دارد در این زمان عموما در میدان در دیگر فوتبالبازان دیده نمیشود. تنها در قیاس البته دیگران هم کوشش کرده ایستادند، ولی در قیاس با آنها کوشش دلشاد بازارف از آغاز رقابت بیشتر دیده شد و این زمان هم دوام دارد. پس رمان هیبابا با خیب سایبجان حکیموف. این دور یعنی دور هشتم رقابت‌های لیگ عالی مملکت‌های با فوتبال نوپورا خواهد بود با سبب آنکه که الکی گفتیم یعنی بازی برای دریافت سوپر جام مملکت تکرار نشود. الکی میدانید که اونجا استقلال و روشن رقابت را برگزار خواهند کرد، برای همین هم دو بازی یعنی بازی دسته‌های استقلال و روشن با رقیبان آنها با وقت دیگر گذرانیده می شود. این دور نوپورا خواهد بود، تنها 3 رقابت در این دور برگزار می شوند و یک بازی الکی برگزار کرده شد دیروز در همین ورزشگاه. دلشاد جان کریموف این زمان با توپ ارسال خود را انجام میدهد، بعد داخل جریمه گاه دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلوف اولین شده توپ را میگیرد. یک بازی اینجا برگزار کرده شد، دسته خوجان بر مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش اینجا بازیش را دایر کرد و فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 2-0 بازی را به اتمام رساندند. نیمه اول هرچند به گل به پایان رسید، ولی در جریان قسم اول رقابت اونجا کارت سرخ با دفاعگر مرکزی دسته خوجان تونی به کتل نشان داده شد و از میدان بیرون گردید، خارج کرده شد و سرمربی نوی دسته خوجان نومان حسنوف مجبور شد تا خط هجوم را قربان کند، از میدان ناظم باباجانوف را بگیرد و به جای دفاعگر مرکزی پرویز بخیف به میدان وارد گردید، ولی این هم کمک نکرد به فوتبالبازان خوجان. بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش برتری شماروی خود را استفاده بردند، توانستند امکانیت است برای ضربه زنی، ضربه به طرف دروازه، یک ضربه دیگر و بهترین فرصت بود برای زدن گل. رمان هیبابا نتوانست توپ را وارد دروازه بگرداند. انا در همین جا ما باوری حاصل کردیم که در وطن خود با اعتماد غالب رمان هیبابا فوتبال بازی نمی‌کرده است. نفری که فوتبال بازی میکند همین حالت را در همین فرصت توپ را با دروازه بیش از 7 متر وارد کرده میتواند. حمله نوبتی این البته تنها یک حاصل است. معلوم که دسته از خاطر رهبریت این تیم
برای جلب کردن فوتبالبازان خارجی هم کوشش کردند آموختند و بازیگران حرفه‌ای پروفسیونالی را به هیئت جلب کردند. بازیگران حرفه‌ای غیر از رمان بابا. خودی بازی ویران کرده شد. میتوانیم بار دیگر به صحنه تکرار متوجه شویم چون موبینجا مومینوف بازی کرد و خوب هم بازی کرد. جوزه فیوم به اینجا زخیب اصلا ضربه زد بله و خودی بود اینجا ویران گردید. حوصله تو دروازه اگرچه دورم هست البته ولی گپ بسیارتر سر اون که موقع ضربه زدن اینقدر خلای نیست. اگر کمی با همین وضعیت استانداردی مرکزتر میشد یعنی اندکی دیگر به نزدیکی مرکز میگردید بعد کم به طرف روست میشد و اونجا خودی بازی ویران میگردید وضعیت استانداردی اونجا میشد از همونجا میتوانستن بازیگران از خط کوشش ضربه زدن میکنند ولی از اینجا با احتمال زیاد پرتاب خواهد بود. بکرد غفاروف دلشاد بازارو پاس یا بکنار رئیس سال به داخل جریمه گاه رستم جان صبروف پاس داد ولی موفق نگردید. معلوم که اینجا یک نوع حالت طرحریزی کرده شده بود چون این وضعیت استانداردی را در مشق تمرینی خود دسته از خط کار کرده بود و این زمان کوشش کردن تا اون را در عمل تطبیق نمایند. نه هر اون چیزی که در مشق تمرین البته مورد کار قرار داده می شود بعدا در بازی در عمل تطبیق می شود و اگر تطبیق می شود کفالت نمیدهد که گل خواهد بود. امکانیت نوبتی دلشاد بازار به توپ رسیدن نتوانست. رستم جان صبروف از کنار توپ را قبول میکند پاس یا باقی با بک عبدالغفارov نتوانست توپ را به همرسانش برساند ولی کوشش خوب کرد. صاحب جان حکیموف حسین نورماتوف البته بعد از آن که در دسته استرافشن بازی خود را برگزار میکرد و حتی میتوان گفت که یکی از بازیگران پسندیده مخلصان دسته استرافشن هم گردید ولی استرافشن را خط را در موسم گذشته نگاه داشتن نتوانست و حسین نورماتوف اکنون کارنامه خود را در دسته دیگری سوق زمین در اسخط شهر خوجند دوام داده ایستاده است. بلال سلیمانوف مبارزه یا در کنار نوشیروان نوروزوف و اشاره می‌گردد که قاعده بازی ویران کرده شد. مجانی خیلی خوب فوتبالبازان دسته اسخط تو با دست جوزه فیوم رسید اونجا رسیده باشد پس اینجا کارت زرد نشان داده می شود با جوزه فیوم و وضعیت خوب استانداردی. دیوتا کردن فوتبالبازان دسته فایسکند خوب بروز مرتضایف را و کارت سرخ بله کارت سرخ اینجا نشان داده می شود برای همین عمل یعنی خاصا با دست بازی کرد اونجا میتواند دلشاد بازاروف 1-1 رود برای همین هم کارت سرخ با جوزه فیوم و فوتبالباز مذکور از میدان رانده می شود. میتوانیم بار دیگر متوجه شویم و این فرصت دلشاد بازاروف بازم پرسینگ کرد و بله با دست بازی کرد اونجا دوور کناری خیلی خوب متوجه گردید اشاره کرد با دوور مرکز بله یعنی اینجا بروز منتظر قرار درست برآورد. برای چی؟ چون که جوزه فیوم با یگان ضرورت با دست بازی کردن را نداشت دستی او در حالت مقرری نبود حرکت او با طرف توپ بود حرکت دستی او با طرف توپ بود و همچنین اگر همین کار را نمیکرد شاید وضعیت مذکور باز خوفناکتر میشد و دلشاد بازاروف 1-1 میرفت. خلاص اینجا کارت سرخ
буд. ҳарчанд аввал берӯз мутазоид корти задро баровард, вале баъдан бо кӯмаки ёварони худ ба хулосӣ омаданд ки инҷо корти сурх ва танҳо корти рангаш сурх аст. Он ба футболбози африқоӣ нишон дода шуд ва акнун ин бозигар Жозеф Феумба аз майдон берун мегардад. Як дифогари марказӣ корти сурх дорад ва бояд як нафари дигарро дар ҳамин мавқеъ ба майдон ворид кунад Ҷалолиддин Маҷидов. Аммо тағйирот сараввал дар ҳайати дастаи эсхата хоҳад буд. Ба майдон ворид мегардад бозигари рақами 6 ин Абдусамад Самадов аст. аз майдон гирифта мешавад Мубинҷон Муминов, бозигари рақами 72 ва дар ҳайати дастаи Файзкан ҳам бояд тағйирот шавад. вале аз майдон Билол Сулаймонов гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Этем Унана вориди майдон мегардад. ин бозигар таҳти рақами 11 бозӣ хоҳад кард, вале ӯ ҳамлагар аст. Ойбек Абдуғафоров партобиё ба хати ҳуҷум. Дилшод Бозоров муборизаро идома медиҳад. пас ба хати ҳуҷум Шавкати Отам мубориза мебарад. тӯп ба назди ӯ меояд, вале Владислав Шевченко аввалин шуда тӯбро мегирад бехато. агар ба ҳайати захиравии дастон назар биандозем, албатта дар ҳайати дастаи эсхата мо шумо танҳо як тағйиротро дидем. Мубинҷон Муминов аз майдон гирифта шуд, ҷои ӯро дар майдон Абдусамад Самадов гирифт ва дар ҳайати захиравӣ боз чунин футболбозон ҳастанд ки дар идома метавонанд ба майдон оянд. бозигари рақами хуб бозигари хати дарвоза Муминҷон Гадойбоев, дифогар Боирҷон Сангинбоев, ними моягар Абдураҳмон Узоқов, Муҳаммаҷон Рустамов ними моягар ва ду ними моягари дигар Фирӯз Холматов ва Шазоҷон Мамурҷонов. дар ҳайати дастаи Файзкан бошад, онҷо Онан Айтем, Била ба Марсен Рахай ба майдон ворид шуданд. ва боз дар ҳайати захиравӣ чунин футболбозон ҳастанд. дарвозабон Гибеку Проспер, дифогар Алимов Абдухолиқ, Баротов Бобур Мирзо, ин ҳам як дифогар дигар аст. ними моягар Аҳтамов Ҳамзаҷон, Маҳмудҷон Шафиев ва дигар тамом. Абдусамад Самадов пасиё ба канор. Нурматов дарвозабон инҷо аввалин шуда тӯбро мегирад. зарба Иброҳим Исмоилов ба хати ҳуҷум. новаста аз он ки футболбозони дастаи Файзкан дар ҳаяташон як бозигари корти сурх доранд, бояд ба ҳуҷум бештар талош намуд. Ойбек Абдуғафоров партобиё ба дохили ҷаримаҳо. Дилшод Бозоров ирсолиё ба канор, зарба ва тӯбро мебарад Ҳайдои Гулмурод. аз хати дарвоза тӯб бароварда шуд. беҳтарин вазъият барои гол задан буд. Рустамҷон Сабуров зарба зад ва тӯбро аз хати дарвоза баровар Ҳайдои Гулмурод. метавонем бор дигар ба лаҳзаи такор мутаваҷҷеҳ шавем. Ойбек Абдуғафоров хуб бозӣ кард, Дилшод Бозоров ҳам хуб. зарба ва Ҳайдои Гулмурод тӯбро аз хати дарвоза мебаровад. беҳтарин фурсат буд барои задани гол ва ҳисоб инҷо метавонист 2-0 бигардад. хуб, бештар ишора кардем ки новаста аз он ки як корти сурх дар ҳайати Файзкан аст. футболбозони ноҳияи Вусе таслим нахоҳанд шуд, сархав намекунанд, ба ҳуҷум мераванд, чунки 1-0 ин ҳисоби лағжуну нозук аст ки метавонад дар ҳар сурат иваз карда шавад. корти зард инҷо нишон дода мешавад ба Бешорҷон Каримов.
عبدالصمد صمدov خیلی خوب دو نفر فریب داد پاسیو و دلشاد جان کریموف توپ را در میدان نگاه می‌دارد اما دلشاد جان کریموف توپ را در میدان نگاه نداشته است آن از میدان بیرون شد پس به خط هجوم یک وضعیت دیگری بود که میتوانست خیلی و خیلی خوفناک باشد ارتور باگنام پرتابیو بک عبدالغفارov ارسال به کنار میدان باگنان ارسالی به شوکتی هاتم پس شوکتی هاتم به کنار میدان آنجا توسط کنار کوشش اونان ایتم ارسال به داخل جریمه‌گاه رفون کرده می شود میتوانست امکانیت خیلی خوب به میان آید تلاش خوب کردن انوشیروان اوروزوف در داخل جریمه‌گاه کوشش کرد تا دروازه شیرشنکا ولادیسلاو را رخنه می‌گرداند بار دیگر به همین وضعیت متوجه می‌شویم که چگونه از کنار آنان ایتم توپ را رسانیدن توانست به داخل جریمه‌گاه محسن عبدالغفارov پاسیو به مرکز ولی توپ اکنون به اختیار فوتبالبازان دسته اسخط میگذارد در مرکز میدان قائدی بازی هم ویران کرده شد حسین نورماتوف پرتابیو با داخل جریمه‌گاه وایدای گلمراد پرتابیو و توسط کنار محسن عبدالغفارov حمله را ادامه میده دو به جریمه‌گاه نزدیک میشود ارسال میکند وضعیت خیلی خوب است و به توپ نمیرسد تو بازی دسته فیضکن بسیار امکانیت عالی بود برای زدن گل شفقت هوتم به توپ نرسید بار دیگر میتوانیم متوجه شویم محسن عبدالغفارov پاسیو دروازه‌بان به توپ نمیرسد و شفقت هوتم هم درست‌تر به توپ رسیدن نتوانست شفقت هوتم این زمان در مرکز توجه قرار دارد و چون در همین رقابت استاد مربیان منتخب تاجیکستان اوید با فوتبال زیر روبری متخصص خرواتی پیتر شگرت در ورزشگاه قرار دارند بازی را تماشا کرده ایستادند البته باید کوشش‌های بیشتر کنند نه تنها شرکت هوتم اینجا البته احتمالاً دیر خوب بازیگر میتوانند دعوت کرده شود اونایی که شناسنامه کشور تاجیکستان را دارند البته میتوانند دعوت خود را پیدا کنند و استاد مربیان منتخب تاجیکستان هم پیتر شگرت هم یوورانیو در ورزشگاه قرار دارند در ورزشگاه اسپارتاک دیروز بازی خوجند و کلوب مرکزی ورزش ارتش را تماشا کردن امروز بازی اسخط و فیضکند را و شبکت هوتم که این زمان در مرکز توجه است باید کوشش بیشتر کند و تلاش خوبتر خب با اینجا باز یک وضعیت دیگر به میان میآید باید کمک رسانیده شود با فوتبالباز دسته اسخط دلشاد جان کریموف این زمان در زمین خوب است میتوانیم بارگر متوجه به همین وضعیت شویم که چگونه ظفر جان
اکبرعلیف پای خود را خیلی و خیلی بلند برداشت. همه این در داخل جریمه گاه رخ داد. خب البته همین وضعیت را بار دیگر در صحنه تکرار ما به شما متوجه می‌گردیم و طرف دروازه ضربه را خوب میکند. دوباره ضربه هم زده میشود و تو بار دروازه میگردد، اما آفساید بود. آفساید اینجا بود دوستان ارجمند. در همین حالت فرصت بود که میتوانستن فوتبالبازان اسخط با زدن گل مشرف بگردند. بار دیگر میتوانیم ببینیم همین وضعیت را. امکانیت است دلشاد بازارف پرتاب با داخل جریمه گاه. وضعیت برای ضربه زنی است. اونجا رمان هیبابا در حالت نمازی با احتمال غالب البته قرار نداشت. این البته رسم تلویزیونی بود که ما شما متوجه گردیدیم، یعنی از همین زاویه دیده که دستگاه نواربرداری تلویزیون گذاشته شدن، از اینجا از همین نوارو از همین موقع ها چنان می نمود که رمان هیبابا در آفساید نبود. اما دوباره کناری که در موقع شاید درست‌تر قرار داشت، شاید بهتر دید، او آفساید رو گرفت و رمان هیبابا در حالت نمازی قرار داشته است. خب علاقه دوباره قدر خود را برآورد. آفساید گل حساب کرده نمی شود. حتی با کنار خطا میکند اینجا ابراهیم اسماعیلوف. تغییرات اینجا دیده می شود دوستان ارجمند در هیئت دسته اسخط. از میدان دلشاد جان کریموف گرفته می شود. مؤلف گل یگانه تا میدان در رقابت پولیوزا و میدان بازیگر رقم 9 وارد می شود. با جان سنگین بویف حسین نورمتوف از میدان گرفته می شود و با جای بازیگر رقم 21 وارد می گردد این عبدالرحمن اوزاقوف است. و یک بازیگر دیگر تحت رقم 7 با میدان خواهد آمد، شهزاد جان مامورجانوف، و میبینیم که او با جای کی با میدان خواهد آمد. خب فوتبالباز مذکور با جای رستم جان صبوروف وارد میدان میگردد. خطا به داخل جریمه گاه روان کرده می شود. کوشش های نوبتی بازیکن فیضکن می تواند زیادتر باشند. حاجی‌اکبر اوزاقوف از کنار. در کنار میدان مبارزه بازم خیلی خوفناکتر میگردد. اینجا بازیگر دسته فیضکند محمود جان شفیف در میدان است. سوال که وارد میدان شده است. این تغییر در هیئت دسته فیضکند بود.
артур богнон. ارسال با کنار از کنار شفیق محمود جان پرتاب به داخل جریمه‌گاه. توسط کنار هجوم نوبتی دسته فیض کن. اینجا از کنار بایرجان سنگین بویف مبارزه برد. پس به خطی هجوم توسط کنار این هجوم جریان دارد. خوب در مورد همین رقابت سر اول باید به وضعیت متوجه شویم. آفساید گرفته می شود. خوب گپ زده و البته اطراف این رقابت خیلی و خیلی زیاد خواهند شد دوستان ارجمند. سر اول در همون حالتی که ظفرجان اکبرعلی فای خود را خیلی بلند برداشته بود و اونجا خوب پنالتی دادن نشد. من راستی گپ تو حال فکر کرده شدم که برای چی اونجا پنالتی نیست درک نکردم برای چی پنالتی داده نشد. شاید البته دیگران فهمونند برای چی اونجا پنالتی نیست در حالتی که پا اونقدر بلند برداشته شد. قاعده بازی ونوش در باشد در داخل جریمه‌گاه برای چی پنالتی نبود. این یکم سوالی که من شخصا دارم و البته فکر دارم خیلی شماره زیاد مخلصون. و دوم همون حالتی که هیبا با ضربه زد اونجا آفساید گرفته شد. خب اون باز حالتی که در قیاس با همون وضعیتی که پنالتی گذاشته نشد میتواند کمتر بس رو با میان آورد. خب این سوالایی بودند که شخصا خودی من داشتم و از همه سوال اساسی همون که چرا پنالتی گذاشتن نشد. ارتور بوگنون پرتاب باقی. اینجا البته از بازی هم وابسته خود بود. از نتیجه بازی اگر اسخطه غلبه به دست آورد گپ و سر و صدا کمتر خواهد بود. ولی اگر فیض کن با زدن گل مشرف بگردد اینجا کلا حالت دیگر خواهد. دلشاد با ظرف جریمه‌گاه نزدیک میشود. دلشاد وضعیت خیلی خوب و پاس داد البته به طرف همدسته خود به طرف مامور جان و شهزاد جان. کمتر از 10 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده از دوستان ارجمند و بازم دقیقه‌ای که دوبار به همین بازی زم میکند. ضربه به خط هجوم کوشش‌های بازیکنان فیض کن اینجا ثمر نمیدهند. ارسال به خط هجوم اینجا با کنار پاس البته رسانیده شد در اون موقعی که شهزاد جان مامور جانوف بود. وایدای گل مراد ارسال به خط حمله روان کرده می شود. ارتور بوگنون شفقت هوتم خیلی خوب دو نفر رو فریب داد. ضربه میزند اینجا ولی ضربه زده شفقت هوتم اینا بعد
خیلی سست میرود به طرف دروازه، یعنی با شست نبود. برای شفقت حاتم یکی از کمترین فرصت ها در همین حالت پیدا شد که از فاصله دور ضربه خود را به طرف دروازه اجرا کند. ضربه شهزاد جان محمود جانов به خط هجوم. اوزاقوف اینجا تلاش میکند ولی توپ را از نزد عبدالرحمن اوزاقوف زده گرفتن فوتبالبازان فیضکند. ویدای گلمراد در نزدیک بین زمان قرار دارد. فوتبالبازی که از گل دوم توانست و البته دسته خود را نجات بدهد. اوزاقوف کارت زرد گرفت. دسته خود را از گل دوم البته نجات دادن توانست در حالی که از دروازه خالی از خط دروازه توپ را برآورد. تا به خط هجوم اینجا وضعیت استانداردی و اون به نفع دسته اسخاتا. ضربه به خط هجوم. اینجا کوشش خواهد کرد بویرجان سنگینبایف. او نه به میدان آمد ولی هویدای گلمراد بهتر بازی کرد. ارسال با کنار میدان. ویدای گلمراد توپ را میگیرد. اینجا خود بازیکن نشده است. حاجی اکبر اوزاقوف پرتاب به داخل جریمه‌گاه. توپ را میبرند فوتبالبازان اسخاتا. اینجا دوور به نزد بویرجان سنگینبایف میآید تا همین حالت را ببیند سلامتی او واقف شود. اگر با بازی اسخاتا ما متوجه شویم دوستان ارجمند، این دسته در بازی دور گذشته اوسیلات فرخور را با حساب بعض اوسیلات فرخور شکست خورده بود با حساب 1-0. یگانه گل را اونجا مرادوف به ثمر رساند. همچنین با دسته روشن بازی مساوی 1-1 انجام یافت. برگرد از 1-0 غلبه کرد، از خوجان 1-0 مغلوب گردید. خطلون و 2-0 شکست داد و همچنین توانست بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش در میدان خود به 3 بعد از بالا شود. در کنار میدان بویرجان سنگینبایف در کنار جریمه‌گاه توپ را قبول میکند و ویدای گلمراد به خطا بازی میکند. توپ را از نزد پایه‌های او میگیرد. باید در مورد دسته فیضکن همچنین اشاره شود که این دسته از همه بیشتر گل زده است در موسم جاری. خب خولماتوف به میدان میاد تحت رقم 88 فیروز خولماتوف. این باز یک تغییرات دیگری است که در هیئت دسته اسخاتا شد. ضربه به خط هجوم از فیروز خولماتوف که نه وقت به میدان آمد کوشش کرد تلاش نمود ولی توپ از میدان بیرون گردید. اوت به نفع دسته فیضکن. هویدا گلمراد پاسی به حاجی اکبر اوزاقوف. حرکت حاجی اکبر اوزاقوف به خط هجوم. قاعده بازی بیان شده است. اگر بازی فیضکن متوجه شویم این دسته توانست بر مقابل دسته اوسیلات فرخور بازی را مساوی 2-2 انجام بدهد. از استقلال شکست خورد با شد 2-1. بر کوکتاش دوباره غلبه کرد. دو بازی پیاپی مساوی انجام یافتند با کلوب مرکزی ورزشی ارتش 1-1 با
دسته خوجم 2-2 و در دور گذشته این تیم با حساب 5-1 غلبه خود را به دست آورد. و گفتم که فیضکن از زمان بیشتر گل زده است. با حساب این دسته 13 گل را و در روزه رقیبان زده است که تا حال یگان دسته حتی 10 گل نزده است در لیگ اولی. استقلال تنها 9 گل زده است تا همین دم. ضربه به طرف دروازه اجرا می شود ولی 9 دقیقه 4 دقیقه زم کرده شد دوستان ارجمند به وقت اساسی قسم دوم. مثال به خطی حمله وایدای گلمراد پاسیو با حجگوار اوزوقوف بازم وایدای گلمراد توسط کنار کوششیو حسین عبدالغفارов کوشش این فوتبال باز و بعدا نویبک عبدالغفارov از پا میافتد در مرکز میدان. ضربه زد به طرف دروازه از همین موقع ناقدر خوب بولمجان کریموف کردن ضربه زنی محدود بود ولی او به قرار آمد که باید از همین موقع ضربه به طرف دروازه اجرا کرده شود. اونجا آفساید بوده است. جگوار اوزوقوف پرتاب با داخل جریمه گاه امکانیت اینجا میتواند برای ضربه زنی پیدا شود. در دوره بازی دور نهم اسخط در سفر با دسته کوکتوش بازی خود برگزار خواهد کرد دوستان عزیز. اون رقابت روز 13 ماه برگزار می شود و دسته فیضکن باشد بازیش با دسته رفشن برگزار میکند چون این خواهند بود بازی دور نهم برای همین دو دسته که این زمان در میدان هستند و با همین البته مرحله یکم در چمپیونات مملکت به اتمام میرسد و مرحله دوم که دور دهم خواهد بود برای دسته اسخط با بازی بر مقابل کوکتوش آغاز می شود و فیضکن باشد در بازی یکم مرحله دوم چمپیونات بر مقابل دسته رفشن میدانداری میکند. روز 19 می و 18 می اون بازی برگزار می شود. پرتاب به خط هجوم با طرف دروازه منتوب رسانیده می شود. ولادیسلاو شفچنکو ضربه خود را اجرا میکند به خط هجوم و بازم حمله نوبتی دسته اسخط را میتوانیم متوجه شویم که آن توسط کنار جریان دارد دوستان عزیز. امکانیت است پرتاب به طرف دلشاد بازاروف با کنار جریمه گاه پاس میدهد. امکانیت هولند وجود دارد خیلی وضعیت خوفناک و حمله ادامه دارد. پس به اخیر پیروز خولمتوف کوشش کرد و همین طور دوستان ارجمند با صداش خیش را بلند میگرداند. بازی دسته‌های اسخط و فیضکن در باشگاه اسپارتاک شهر خوجند با حساب مینیمال 1-0 به انجام میرسد. دلشاد جان کریموف بازیکن رقم 23 دسته اسخط یگانه گل را در این بازی به ثمر رساند و این زمان اسخط صاحب 13 خود میشود و بازینه اول جدول لیگ اولی مملکت میبراید. کل مخلصان دسته اسخط را با این غلبه بسیار مهم و تاریخی تبریک و تهنیت میگوییم که توانستند آنها اکنون بعد از برگزار کردن 7 رقابت صاحب 13 خود شوند و در زینه یکم موقع بگیرند. اسخط
در زینه اول قرار دارد و فیض کم باشد با 9 خود در زینه چهارم موقع خود را نگاه می‌دارد، ولی این از نتیجه بازی دیگر هم وابسته خواهد بود. با کل مخلصان دسته اسخات شهر خوجند بار دیگر این غلبه را تبریک و تهنیت میگوییم. از این درجه اول برآمدند. همه این را با شما از ورزشگاه اسپارتاک، من گلروز خدا نظرزاده با جمع همکارانم تماشا کردیم و از این بازی علاوه بودیم. تو بازی نمید خیر خوش میکنیم. خیر، تنسیت و خانه آباد باشد. اکنون با الف موبی با کارت های ویزایی زیاده از 50 دولتی